مقامات کرد در شمال و شرق سوریه به محاکمه جنگجویان داعش یا گروه تروریستی دولت اسلامی آماده می شوند. آنها چند سال باز در بازداشت هستند و به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهمند. نیروهای کرد زیاده از 10,000 جنگجوی را در سال 2019 هم با پشتیبانی امریکا و قوه‌های بین المللی هنگام شکست دادن گروه دولت اسلامی بازداشت کردند. مقامات محلی میگویند که محاکمه جنگجویان برای آن در سوریه میگذرد که کشورهای اصلیشان آنها را سراغ نکردند و بازپس نگرفتند. بنا به قانونهای بین المللی حقوق بشر این آدمان حق دارند که محاکمه شوند. آنها دیگر نمی توانند بدون مرافعه در بازداشتگاه بمانند. دادگاه باید جنایت و جزای آنها را معین کند. مأموریت زیر رهبری کردها از جانب هیچ طرف در داخل و بیرون سوریه به رسمیت شناخته نشده است و این دریافت پشتیبانی بین المللی را برای محاکمه جنگجویان دشوار می‌گرداند. با وجود این مقامات کرد میگویند که تصمیمشان به برگزاری مرافعه اعضای دولت اسلامی جدی است. جامعه بین المللی بخصوص سازمان های حقوق بشر باید به برگزاری این مرافعه ها مدد کنند. سازمان ملل متحد باید چنین تلاش های کمک به برگزاری مرافعه ها را سروری نماید. مقامات میگویند از بس که اعضای داعش در صادر کردن جنایت علیه مردم سوریه متهم هستند، محاکمه آنها در اینجا اهمیت دارد. آنها در اینجا آدم کشتند. ما می‌خواهیم مرافعه‌شان در همین جا گذرد. ما به طور قطعی این مرافعه ها را پشتیبانی میکنیم. امید داریم که جامعه جهانی برای به دادگاه کشیده شدن این آدمان به ما یاری میدهند. در حالی که بعضی از مرافعه ها در راهند، معلوم نیست که نتیجه هایشان را یگان نهاد بین المللی یا حکومت ها اعتراف خواهند کرد یا نه.